شعرم و اندر بیابانی بلا افتادم، چون حسین اندر میان کربلا افتادم. اشک ریزانم، غریبم، خسته و بیچارم، یا که بارانم از بام هوا افتادم. گر سخن از حق بگویی تار و مارت می کنند، در میان این حلایل ها چرا افتادم. آدم ار با قیمتی حیوان برابر می کنند، من که حیوان نیستم، گوید کجا افتادم. چند شباتی و مشت زد. من هیچ دلیلی ندارم. یوسفی را کاروان کرد برون از چاه آب، من چه سازم که در این چاه شما افتادم. شعرم و اندر بیابان بلا افتادم، چون حسین اندر میان کربلا افتادم. خداوند برای هر یک ما و شما جسارت و مردانگی عطا فرماید. میگویند آهن در حرارت‌های بلند آب و تاب می‌یابد. ما هم حالا که در این همه دیگ جوشانی تهمت و تحقیر و توهین‌های شما علیه جوشیده ایم، دیگر اون چیزی که شما میگویید، مینویسید، تهمت میکنید، باور داشته باشید که کسی دیگر به شما باور ندارد، چون تهمت‌هایتان از حد گذشت. خداوند بار دیگر گفتم دعای همین است که اگر لایق سزاوار هدایت باشید هدایتتان کند، وگرنه خداوند سررشته اتان کند. با همین آرزو و امید با شما خداحافظی میکنم و برای شهرمردان تاجیک، آنهایی که همیشه در پی جستجوی حق و حقیقت هستند، بردباری ها، سربلندی و کامگاری تمنا دارم. خداحافظ.